سوال ازتون میپرسم تا این شک و شبهه ها از بین بره. به نظر شما آقای بایدن در انتخابات خواهد ماند؟ قطعاً بایدن قطعاً میمونه و پیروز انتخابات هم خواهد شد. این رو به ضرس قاطع خدمتتون عرض میکنم. آقای قطعی، همکاران من در همین لحظه اطلاع دادن که آقای بایدن انصراف دادن. ای بر پدرش. ایرج قطعی بود آینده پژوه از واشنگتن در آمریکا. سال 2019 بعد از همهگیری کرونا در جهان، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان بر این باور بودند که کشورهای توسعه یافته به راحتی با این بحران کنار خواهند آمد، اما کشورهای توسعه نیافته شاید دهه‌ها با این بیماری دست و پنجه نرم کنند. اما با این وجود می‌بینیم که در حالی که در آمریکا هنوز فرد اول کشور در معرض این بیماری قرار می‌گیرد و در سال 2024 هزاران نفر در اثر ابتلا به این بیماری جانشان را از دست دادند، اما در ایران ماه‌هاست خبری از کرونا نیست. در گفتگو با دکتر سینا حشمت، کارشناس مسائل عمومی و اجتماعی از سالزبورگ اتریش، به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم. آقای حشمت، برخلاف تصور و پیشبینی کارشناس‌ها، کرونا در ایران خیلی زودتر از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته چون آمریکا از حالت یک بیماری همهگیر در اومد. آیا این نشونه موفقیت ایران و پیشرفت این کشور در حوزه پزشکی و سلامته؟ خیر، اساساً در جوامع توتالیتر و تمامیت خواه به خاطر انسداد اجتماعی و خفقان حاکم بر جامعه بستر رشد وجود نداره. ویروس کووید 19 هم در چنین جامعه ای نتونست به رشد تعالی برسه. در خلأ NGO های حامی حقوق ویروس ها و انفعال نهادهای بین المللی، من ایران رو محکوم به عدم رعایت حقوق ویروس ها می کنم. مقامات این کشور باید به خاطر سرکوبگری گسترده علیه ویروس کرونا محاکمه بشن. واکسیناسیون گسترده و نظام سلامت گسترده این کشور که حتی روستاها رو هم پوشش میده، در این اتفاق تأثیری نداشتن؟ این هم به خاطر دیدگاه‌های ماکیاولی‌تور مقامات ایران بود. در جوامع توتالیتر به اندیشه ها و ایدئولوژی های مخالف فرصت داده نمیشه، اونها حذف میشن. در نبرد واکسن و کرونا هم شاهد این موضوع بودیم. پروپاگاندای حکومتی در خدمت واکسن بود، از اون طرف کرونا با قرنطینه و شکنجه به وسیله آب نمک و صابون الکل مواجه بود. متاسفانه نبرد نابرابری رو شاهد بودیم. ممنونم از دکتر سینا حشمت. زود آقا برای خداحافظی. من هنوز 2 بار بیشتر نگفتم جوامع توتالیتر. خب سوالات ما تموم شد. باشه، من حداقل 3-4 تا توتالیتر و خفقان اجتماعی و انسداد آماده کرده بودم. خب نظرتون در مورد گرمای هوا چیه؟ متاسفانه در جوامع توتالیتر و مسدودی مثل ایران شاهد این هستیم که به خاطر دیکتاتوری پدرسالارانه به کولرها اجازه فعالیت داده نمیشه و باد کولرها در نطفه خفه میشه و این به نظر من عامل اصلی گرم شدن هوا در کل کره زمین هست. سینا حشمت بود، کارشناس مسائل عمومی و اجتماعی از سالزبورگ اتریش. مروری داریم بر